میدونستین تو قطب جنوب اصلاً برف نمیاد. آره اصلاً برف نمیاد. یه جوری نمیاد اوضاعش از همین تهران خودمون بدتره. قطب جنوب بزرگترین کویر دنیاست و نهایت 2-3 سال یه بار چند ساعت توش برف بیاد. حالا این برف‌ها از کجا اومدن؟ اینا از چند صد سال پیش اونجا موندن و به دلیل سرمای خیلی زیاد اونجا هنوز آب نشدن. حالا بذار چی میگیم، اونجا کوبیره، چون هوای اونجا انقدر سرده که رطوبت هوا هم یخ میزنه و اونجا خشکه. اگه تا اینجا یه ویدیو رو دیدی و ساب نکردی، خیلی چیزی، پس ساب کن. اسم دیگه قطب جنوب، آنتارکتیکا، به سال 1820 کشف شده. حالا چه جوری کشف شده؟ یه سری آدم از آبهاش رد می‌شدن و اونجا رو دیدن، ولی از شدت سرما جرئت نکردن برن اونجا و وقتی برگشتن انقدر بقیه رو ترسوندن که تا سال 1895 کسی جرئت نکرد بره اونجا. اونجا هیچ جانداری، حتی گیاه زندگی نمی‌کنه، فقط توش چند تا فوک و یه سری پنگوئن که خیلی در برابر سرما مقاومن زندگی می‌کنن. قطب جنوب مال هیچ کشوری نیست و هر کسی بخواد میتونه بدون پاسپورت و اینا بره توش، ولی باید دندون عقل و آپاندیسش دراره، چون اونجا اگه مشکل ساز شه بیمارستانی وجود نداره و میتونه باعث مرگ شه، یا باید جاهای یخبندون دیگه رفته باشه تا از سرما یخ نزنه. اونجا 6 ماه روزه و 6 ماه شب و پروازها فقط توی روز میتونن وارد اونجا بشن. حالا اگه یکی تو روز وارد بشه و تو شب بمونه، مجبور 6 ماه اونجا زندگی کنه. مهمترین ویژگی قطب جنوب اینه که 70% آب شیرین جهان اونجاست و سر همین همه کشورها سرش دارن دعوا میکنن.